سانتش انجام میشه روی دروازه، یک دفعه ناقص مقدم بازیکن استقلال و توی دروازه امیرحسین صادقی حساب کار 1-0 میکنه برای استقلال. اشتباه مدافعان پرسپولیس و گلی که تیم استقلال میزنه. امیرحسین صادقی استقلال 1-0 جلو میندازه و در آغوش پس در عمق میندازه برای نیکبخت. خیلی تند تیز هست و مهدی رحمتی اجازه توپ به بیرون بره، کورنر شده، سری بازی رو آغاز میکنن. توپ روی دروازه فرستادی و توی دروازه گل مساوی زده میشه تا رحمتی دیگه اینقدر خودش خونسر جلوه نده. پرسپولیس 1 استقلال 1. در یک غافلگیری محض مهرزاد معدنچی دروازه استقلال رو باز میکنه. تو گل اول من خودم فکر کنم اصلا کورنر نشد، توپ اوت شد، به هوا اونم تک رفتم گذاشتم توپ بره بیرون، وگرنه نمی‌ذاشتم توپ بره بیرون. ناکنه اصلا حواسش نبود به اتفاقاتی که داره میفته، بعد یه دفعه تا به خودش اومد توپ رفت توی دروازه‌اش بدین شکل. بادامکی پیروز قربانی در مقابلش هست. حسین بادامکی بازیکن توشون خیلی خوب برمی‌داره. بادامکی وارد محوطه میشه، پاس برای نیکبخت میندازه. مسابقه نیکبخت از بالای دروازه میشه که خطرناکی به بیرون میره. یه موقع بازیکن پرسپولیس و توپی که از مقابل پای حسین بادامکی مهرزاد معدنچی از فکی یه لحظه عبور میکنه، یه لحظه اشتباه موقع مهرزاد معدنچی تک به تک با دروازه‌بان و توپی که راهی کورنر میشه. ساها نیکبخت توپو کنترل کرده، واسه امید میندازه موقع بازیکن پرسپولیس بادامکی در محوطه جریمه و توپی که به بیرون میزنه. بازم برگشت تو بعد بازیکن پرسپولیس ساها توپو در گوشه زمین از سمت چپ در اختیار گرفت، پاس در عمق عالی رو میندازه موقع برای بازیکن پرسپولیس تک به تک با دروازه یک ضربه چیپ و توپی که توی دروازه قرار میگیره. توی دروازه گل دوم با مهرداد اولادی خیلی قشنگ میزنه. پرسپولیس 2 استقلال 1. مهرداد اولادی یه فرار عالی رو بازیکن پرسپولیس انجام دادن. سانتر در واقع پاس فوق‌العاده ساها سال مصب سانت میکنه دروازه. مقدم بازیکن استقلال در مقابل دروازه و چه توپی رو از دست دادن بازیکن استقلال.